مستانه لحظه از زندگی را می‌بیند که از آن امید خوشبختی داشت، زندگیش را به فاجعه مبدل کرد. با شوهرش همگی 2 روز زندگی کرد. شب دومی عروسی او را لطوکوب کرده به عیب بی‌باکیرگی از خانه بیرونش ساخت. برد اول من به گردن که نگرفتم تو چند زدم تا گوش فقط بنگس میکنه. این سرم میگم سرد تقسیم شده بسیار طرف چپم ده زده دوخه. نمیشه تو چند خب میکنی نمیشه دستکی تاوش میته. که بگوی میگوی نگوی و زمین جلی چیزا فهم در بیرون میکنم اولش که موها تا پاگوزه لیسی میکنم. تو چندی که مرا زد من دیگه توقع نکردم بنیم خون اومده. بعد نشین من گفتم بگم یکم چی نمیکنی گفت که نه. من گفتم خکی با خوبی که نمیشینه با گندگی میل من میگم من قطعیم اودم سوزت چی کاری میکنی بک. و نکی گفتم من گپی که من میگم سر من اکسپرتیزه گفتم میرم برای من خودم باوری دارم. یک سال گذشته است اما هنوز از فشار روانی آن روز نرهیده است. نه میرم کوچه دفتر میگردم نکی آدم نه بچه سلام میده خیال میکنم آدمه تمام خیلی بگوی که خدمت کم تا چی بگیرم که نه دیگه آدمه نمیشه. او را طبیبان تشخیص کردند و بیگناه برآمد. میگوید از استهزای مردم هنوز هم خلاص نشده است. چشمی والدین که به بختی او میگیرند او را ناراحت میکند. نه 1 سال 1 ماه میشه 1 معرکه میشه و چه من نمیرم. یکی نمیرم یکی هم گپ میزنن نانش ورداش نمیکنه. چه من نمیرم یا که نه تم 1 ساله ها 1 ساله نمی خونه در زور باشه 10 روزه 15 روز. بعدی بازگشت مستانه از خانه شوهر پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از معرکه های خورسندی و ماتم دور شد. با گفته مستانه پدرش تا حال سندهای تشخیص او در دست در بدری مقامات میگردد. فرزندت بمبره آرود نمیریزه. نکی از زیلی است که تو تمام اهل اویلت کورا میکنه. که جای در که میره کی بود این نوسته خلیفه کیه نوسته سید ابروره. در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع باکره بودن عروس از واجبات تأسیسی عائله است. آن را تا اندازه چینکی وجدان و ناموس یک اولاد تعبیر میکنند. بنابراین 1 سال است پدری مستانه تلاش دارد با امداد مقامات کسانی را که به دخترش به قول او تهمت کردند جوابگر سازد. کمی هم باشد جبران ضرر روانی خود و دخترش را از آنها بگیرد. اساس از همین چی ما یکم آدم جزاش ببیند دیم دفعه با یاد دختر دیگر حیوچ نسو. نه خیلی بگوی شوهر نه. یه آدم اگر 10 سالم که بزگره یه آدم جزاش که نبینه من کار نمیکنم.